پولتو از بانک گرفتی پول تو جیبم میدی؟ نه مگه درخت پول کاشتم؟ پول از چی درست شده؟ از کاغذ. کاغذم درخت. شماره 121. سلام آقا، خسته نباشید. سلامت باشین، بفرمایید. من این 100,000 تومان از این کارت می‌خواستم به من بدید. 100,000 تومان متاسفانه نمیتونم مبلغو پرداخت کنم. طبق قانون زیر 500,000 تومان رو باید از آبربان بگیرید. ولی من رمز کارتمو فراموش کردم. شرمنده سیستم کاری از دستم برمیاد. بابا اگه ازش 100 تومان رو بگیرم پول تو جیبی میدی؟ تو بگیر ازش باشه. آقا ببخشید میشه نگاه کنین تو حساب بانکی مادرم چقدر پول هست؟ پسر امیر اونجاست. برو بازی ویدیویی تو ازش پس بگیر. چطوری امیر؟ اومدم تو دیدی بازیمو ازت پس بگیرم اگه نیازش نداری. به نظرم میتونه بازی نگه داره پیش خوده. واقعا که متاسفم برات. میذاری حق تو بخوره؟ تو هم با مش بزنش. برو دعوا کن. فکر کنم اون یه ابرشروره. بابا جاناز در مورد یه موضوع مهمی ازت راهنمایی میخوام. راهنمایی؟ چه موضوعی؟ اگه یه روز از مدرسه برگردی، خب ببینی یه زن متأهل نشسته تو رستوران با یه مرد، اون مردم شوهرش نیست خب و دارن غذا دهن هم دیگه میذارن و خیلی هم با هم خوشن. آخ این هم با جناق پوفیوزمو میگه. چه ماچی گرفته پسرم. باریکلا. و بفهمی زنه. ای بلازا بو انگ میاد. تو دیگه بزرگ شدی، خجالت نمیکشی میشاشی تو جا؟ چرا خجالت بکشم؟ خوابی که دیدم به واقعیت پیوسته. خوابیدم دارم میشاشم، بیدار شدم شاشیدم. باشو جنگ کن بابا، بو شاشت کشتمون. با توجه به بوی این چیزی که از من استخراج شده واقعا پوست عایق خوبی بر بوه. خب دیگه دوریمه بازی بسته. بگی بخواب. فردا من مدرسه خواب نمونم. اون تو فکر می‌کنی من اگه زود بیدار شم به موقع میرسم مدرسه، در صورتی که من 10 دقیقه زودتر از حالت عادی بیدار میشم مثل 2 ساعت باش رفتار میکنم و دیرتر میرسم مدرسه. میدونم چون نافم درد میکنه. لیلی پشتی منو تو لیلی. اسم خواهر من نیارم. حرام دارم میگم لیلی جون خودت به خدا. تو خواهرت اسمش لیلاست. ببین ناموسیش نکنم. ناموس تو ناموس منه. ناموس من ناموس تو نیست. امروز صبح باز شاشیدی رو تخته؟ نه چرا باید این حرفو به من بزنی؟ چون خیسه و بو شاش میده. راستشو بگم؟ آره راستشو بگو. شب یه دزد اومد تو اتاقم. دزد؟ آره اون یه تفنگ داشت. تفنگ؟ یه شاتگان 47 میل جی آی صورتی. خودت هم میدونی هیچ کدوم از این حرفات واقعی نیست. بهش گفتم از من چی میخوای؟ بیا تمام پولم مال تو.